وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از کشته شدن باز همسر جوان از جانب شوهر بدرش خبر داد. این حادثه در ناحیه جبو رسولوف در شمال جمهوری رخ داده است. بنا به اطلاع میلیسیا، نیمه شب 26 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه مرد 38 ساله ساکن ناحیه جبو رسولوف در خانه استقامتی خاله همسرش از حسیات رشک و بدبینی نسبت به همسرش جوانزن 23 ساله ساکن امین ناحیه که در داخل اجرای استقامتیش طریق تلفنی صحبت داشت با مقصد کشتار با کارد خواجگی مسلح گشته 6 مرتبه به قسمت‌های گوناگون اعضای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده بر اثر جراحت‌های جسمانی برداشتش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. تفصیلات دیگر حادثه هنوز دسترس نیست. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک از جمله همسران از دست شوهرانشان خبرهای زیاد به دست میرسند. کشتار و قصد کشتار همسران از دست شوهران طوری از نتیجه های تفتیشات برمی آید اساساً در زمینه رشک صورت می گیرند.